اسکوات چطور انجام بدم؟ مستر هلز همیار سلامت شما. دوستان سلام، امیدوارم حالت عالی باشه. تمرین اسکوات یکی از حرکات بسیار مهم در تقویت عضلات ناحیه مرکزی بدنه که میتونه خیلی تاثیرگذار باشه در سلامتی و حفظ راستای قامتی افراد. این تمرین تمرکزش روی تقویت عضلات ناحیه جلوی ران، پشت ران، باسن، کمر و شکم است که بیشترین تاثیرش رو در قسمت پایین‌تر می‌بینیم و مخصوصا خود عضله چهارسر. چه افرادی باید اون رو انجام بدن؟ 4 دسته از افراد مخاطب اصلی این تمرین هستن. ورزشکارهای حرفه‌ای، اون افرادی که برای سلامتی دارن ورزش میکنن ولی حرفه‌ای نیستن، و افرادی که درگیر درد یا مشکلی هستن که پزشکشون بهشون تجویز میکنه برای تقویت هسته مرکزی بدن یا در اصل هماهنگی‌های بیشتر تو ناحیه لگن و کمر از این تمرین استفاده کنن. و اون دسته از افرادی که برای زیبایی و تناسب اندام بهتر یا ایست بدن بهتر میخوان این تمرین رو انجام بدن. خب این تمرین رو ما چطور انجام بدیم؟ ببینید، نکته خیلی مهم در انجام این تمرین اینه که ما 2 زاویه 90 درجه در حد اکثر پوزیشنی که نشستیم تو بدنمون ایجاد بشه. یک زاویه 90 درجه در قسمت بالاتنه و لگن، یک زاویه دیگه بین ران و استخوان ساق یا همون پشت زانو. این 2 زاویه 90 درجه تعیین کننده درست انجام شدن این تمرینه. به دوستان توصیه میکنم، اون دوستانی که یه مقدار بدنهاشون هنوز آمادگی پذیرش این زاویه برای انجام این تمرین نداره، تا اونجایی که ممکنه از حرکات سبکتر استفاده کنن تا بتونن درست انجام دادن رو اولویت بذارن بر انجام نادرست این تمرین. چند تا نکته خیلی مهم برای انجام این تمرین. یکی بحث زاویه است که ما باید حتما این زاویه 90 درجه رو درست انجام بدیم و دقت کنیم که این زاویه بیشتر از اون نشه، چون میتونه آسیب زننده باشه برای افراد معمولی. مخصوصا حالا ورزشکارای حرفه‌ای میتونن یه مقدار بیشتر از این زاویه عبور کنن، گرچه هدف‌های تمرینی و شرایط اونها متفاوته. مطمئنا دارن با یک مربی این کار انجام میدن. و موضوع بعد این که ما باید در هنگام انجام این تمرین نگاه کنیم به مفصل زانو. مفصل زانو نباید جلوتر از انگشتای پا بیاد. در اصل میگن جلو نیاد تو این حرکت و لگن عقب بره، ولی یه مقدار خیلی کم جلو بیاد ایرادی نداره. و حتی اکثر جایی هم که میتونه قرار بگیره زمانی که از بالا شما نگاه کنید به پاهاتون، زمانی که به سمت پایین نشستین نباید مفصل زانوتون از پاهاتون رد شده باشه. این هم دلیلش به خاطر بعد بیومکانیکی خاصی که مفصل زانو داره که توی کلیپ جداگانه بهش میپردازیم و اونجا میبینیم که چرا این مفصل اگر بیش از اندازه به سمت جلو بره و فشارها بیشتر بشه میتونه تاثیر منفی خودش رو توی تمرین روی بدن بذاره. یه موضوعی که خیلی مهمه استفاده از کفش مناسب هست در انجام این تمرین که هم به ما یک پاشنه مناسب 2 سانتیمتری رو میده و هم در کنارش حتی اون دوستانی که میخوان تو منزل همین تمرین انجام بدن توصیه میکنیم کفش مناسبی داشته باشن و کفش ورزشی بپوشن. و کمک کننده این موضوع هست که هم زاویه ها رو درست میکنه، هم بخشی از این فشار رو تعدیل میکنه که به دیسک ها و مینیسک ما کمتر فشار وارد بشه. موضوع نهایتاً آخری که میخوایم مورد بررسی قرار بدیم که پاها یه مقدار خیلی کم باید به سمت بیرون چرخیده باشه و چون ما داریم توی این بحث اسکوات معمولی رو مورد بررسی قرار میدیم، بیشتر هدفمون رو موضوع هست پاها باید به اندازه عرض شانه باز باشه، یه مقدار هم به سمت بیرون چرخیده. با انجام درست این تمرین ما میتونیم مرکز بدن رو تقویت کنیم، هماهنگی بین قسمت بالاتنه و پایین‌تنه رو بیشتر کنیم که میتونه بسیار کمک کننده باشه در سلامت بدن ما. سلامت و تندرست باشید.